سلام به همه دوستان عزیز. امروز می‌خواهیم به یکی از زیباترین شهرهای ایران یعنی اورمیه سفر کنیم. شهری که نه تنها به خاطر طبیعت زیبا و تاریخ غنیش مشهور است، بلکه به خاطر همزیستی مسالمت آمیز طایفه‌های مختلف نیز شناخته می شود. در این ویدیو با ما همراه باشید تا نگاهی به زندگی روزمره مردم اورمیه بیاندازیم. اینجا طایفه‌های مختلف با فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و از تنوع فرهنگی خود لذت می‌برند. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه این طایفه‌ها با احترام و محبت به یکدیگر جشن‌ها و مراسم‌های خاص خود را برگزار می‌کنند و در کنار هم به شادی و خوشی می‌پردازند. از مهمانی‌های خانوادگی گرفته تا جشن‌های محلی، همه چیز در این شهر به نوعی نشان دهنده اتحاد و دوستی بین مردم است. همچنین در این ویدیو به معرفی برخی از آداب و رسوم خاص هر طایفه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه این تنوع فرهنگی زیبایی‌های اورمیه را دوچندان کرده است. پس اگر دوست دارید با زندگی مسالمت آمیز طایفه‌ها در اورمیه آشنا شوید و از زیبایی‌های این شهر لذت ببرید، حتما این ویدیو را تماشا کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بیایید با هم این سفر جذاب را آغاز کنیم.